کسی که دفتر اعمالش ثقیل بود. و دفتر اعمال کی ثقیل می باشه؟ از کسی که لا اله الا الله با معنا و مفهومش در ترازویش باشه. کسی که لا اله الا الله هم معتقد است، نه که به زبان میگن، در زبانت حمدگو یا در دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چیست؟ کلمات تو بخوانی که لا نیست، اله هیچ کسی که ذاتش عبادت شود و قانونش تطبیق شود الا الله، بغیر از الله. اتمانای کلمه در ترازوی میزانت باشه که بگویی که من بغیر از قانون الله و بغیر از عبادت الله همه را نفی میکنم، فقط قانون و عبادت مخصوص خالق است. این کلمه که با اما تا عقیده در ترازویت مانده شود، باسی